با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. طیبه بیکار هستم. راستشو بخوای مدت‌ها بود دنبال کار میگشتم و یکی از دوستانم شنیدم که شهرداری استان گیلان رستم آباد داره استخدام میکنه. خب منم بدو چادرم رو سرم کردم، رو سریم سرم کردم و اینا، رفتم اونجا دنبال کار. خب البته اونجا فرق میکنه با کشور کافرین. شما تو کشور کافرین مثلا کت شلوارتون رو میپوشین، بریف کیستون رو دستتون میگیرید، میرید اونجا، مثلا طرف میاد این طرف میز میشنه و شما اون طرف میز میشنید و مصاحبه انجام میده و از کردنشال شما اسک میکنه و سوال میکنه و شما رزومه ای داریم و اکسپریانس و چند سال کار کردی و کجا کار کردی و چی کار کردی و اینجور چیزا سوال میکنه. اینجا فرق میکنه. اینجا وقتی شما میری اداره شهرداری، آقای مهندس اول سر تا بالات یک نگاهی میکنه، بعد میگه که خانم شما فعلا تشریف ببرید خونه، من میام شب شما رو بازدید میکنم. آره خب چیز عجیب غریبی نیست. چتونه؟ اینجا خب رسم ما اینجوریه، اداره استخدام ما اینجوریه، وقتی کار میکنیم اینجوریه، میان بازدید میکنن. آره. ولی راستشو بخوان شب شده اینا. خب من گفتم باشه دیگه. من رفتم خونه و یه چایی درست کردم و قلیونی گذاشتم، گفتم مصاحبه کارای ما اینجوریه دیگه، میخواد مصاحبه انجام بشه دیگه. البته شما آقایی که شما باشین، خانمی که شما باشین، من این فیلم های رقیه کارات باز رو دیده بودم و گفتم نکنه خدایی نکردی مثلا یه اتفاق برای منم بیفته. منم خب دست به فیلم و کامرا و دوربین مخفینام خوب بود. خب از همون رقیب کارات باز یاد گرفته بودم دیگه. منم دوربین مخفی ها رو گذاشتم و اینا. هیچی دیگه، غروب شد دیگه. آقای مهندس رسید دیگه، اومد برای مصاحبه کاری. آره بازدید. در زد و اومد تو و حالا فیلمش هست میذارم ببینید. خود تحمل کنید ملت نمک نشناس، واقعا که هیچی دیگه. طرف زد و منم خب راستشو بخوام چادر سفیدم و سرم کردم. نه چادر سفیدم الان ندارم، دادم خوششویی. منم اونجا نشستم، آقای مهندس اومد تو و اینا، چایی و قلیون و اینا. راستشو بخواین مصاحبه اینجوری شروع شد دیگه. اول یه سوالی کرده اینا، بعد دیدم یه دفعه واسطاد شلوارشو در آورد. خب من هیچی نگفتم دیگه، گفتم لابد بخشی از مصاحبه است دیگه. شلوارشو در آورد و بعد دیدم پیرنش هم در آورد. همونجا واسطاد با تونیکش و با زیر پیرنیش، مرتیکه چیکمش هم اقدر گندید، فکر کنم یه 6 ماهی چیزی حامله هم بود. من گفتم وای نکنه اینجا یه وقت بزاد. خب هیچی که این مرتیکه با اون مرتیکه کچل با اون شکم گندش، فکرم 6 ماه حامله بود. بعد با اون تونیکه سفیدش و زیر پیرنی سفید بالا سر من واسه کدام بالا سر من نزد با بیشترم. هیچی دیگه، همچون بالا سر من هم گفتم الان لابد سوال میکنه ازم دیگه، بگه خب مصاحبه است دیگه، مصاحبه کاریه، بگه کجا کار کردی، چقدر کار کردی، مثلا کردنشالت چی هست، کدوم شرکتی کار کردی، کدوم شهرداری کار کردی، مثلا چقدر این چند تا از این دست فروش ها رو زدی اینا. خب گفتم سوالاشه دیگه. دیدم نه بابا، نشست و همینجوری هاپ داشت نزدیک من میشد. مادر سگ مردی که چلقوز این میمونم بود، چقدرم پر مو. اوه هیچی دیگه. داشت به جای کار خطرناک میکشید و البته کشید دیگه. این بازدید مصاحبه کاری به جای خطرناک کشید. البته من فیلمشو داشتم و اینا رو همه رو دست به دست دادم و پخشش کردم و آبروشو بردم دیگه. من دیگه
کارم دوست دارم از ما کار کنم این حرفای جدید میشه فلان میشه شما حقیقت میکنی شما فلان میکنی من میخوام انقدر ازتون بگیرم دیگه اون بهتر میکنم